سلام دوستان، بیا امروز با هم کمی توی دل تاریکی این فنجون قدم بزنیم. شاید بتونیم یکم از رازهای پنهانش رو بخونیم. نگاه کن، اینجا یه مسیر باریک و مستقیم کشیده شده از عمق تا لبه. اینم که نلبکیه، یه طرف در واقع سنگینیه و یه طرف خالی. من به طور کلی اگر بخوام برات بگم، انگار مثل فکری که آروم آروم بالا میاد، تصمیمی که هنوز کامل نگرفته، کسی که بین بمونم و بگم گیر کرده. نگاه کن، قلب این فنجون تیره و سنگینه و پر از حرفای نگفته. اینجا کسی رو میبینم که احساساتش عمیقه و محکم جلوی نشون دادنش رو گرفته. شاید ترس از آسیب یا شاید هنوز زمان مناسب رو نمیبینه. و نگاه کن، شکل کسی که ایستاده و از دور تو رو نگاه میکنه، مواظبه، کنجکاوه، ولی قدم جلو نمیذاره. انگار فقط منتظر یه نشونه که بگی آره و بیاد جلو. و همه چیز در واقع مثل یه انرژی که جمع کرده و نگه داشته منتظره، مثل یه گفتگو یا دیدار که قراره گره رو باز بکنه. و باز برای اینکه تکمیل بکنم این انرژی خوانی رو از سمت ذهنش، با کارت ها من به همین نیت چیدمان انجام دادم. ببین، داره میگه که کشش هنوز هست ولی فعلا معلقه. این آدم هنوز نخ و رها نکرده، میبینی؟ و نشسته منتظره، مثل همون کسی که توی دنیای تو داره از دور تو رو تماشا میکنه، با صبر، با آرامش، با چشمایی که میخوان سرانجام یه قدم جلو بیادا. و یه جورایی در واقع این کارت میگه همه این موجها رو تو خودش نگه داشته، چون کنترل براش مهمه، حتی اگر توی دلش طوفان باشه. و کارت پادشاه زمین رو ببینین، میگه که یه آدم که تا چیزی رو محکم و مطمئن نبینه جلو نمیاد. اینجوری بذار بهتون بگم دیگه. و در واقع هم صبر، هم جستجوی جزئیاته، داره قدم‌های کوچیک برمی‌داره، انگار که با ذره‌بین به تو نگاه کنه، همه چیزو یادداشت کنه و نقشه‌ای بچینه ایناشش. ببین، کارت شوالیه زمینه و یه نقشه خلاصه میچینه که و باز در این ترکیب این آدم الان در واقع توی صومعه شخصی خودشه، نه به خاطر بی‌علاقگی ها، بلکه برای اینکه مطمئن بشه دل و عقلش توی مسیرن. اینجوری بذارید بگم که خیلی هم گیج نشیم. باز اینجا من از کائنات و فرشته های یه سری چیدمان براتون نیت کردم که به نظر من خیلی جوابا رو ازشون تونستم بگیرم. پیام کارت های فرشته خیلی ساده و واضحه. میگه تو داری به پایان این سکوت نزدیک میشی. یه تغییر، یه پل تازه در راهه. فقط باید نشونه ها رو بشناسی و بی هوا وسط پل نپری. اینجوری دیگه بهت بگم. هدایت داره میاد ولی قدم بعد باید از دل و عقل با هم بیاد. موچی رو میبینی منتظره؟ اون همون نگاهیه که از دور داره پیدا کرده و هنوز چشم بر نداشته. دنیا شاید ساکت باشه ولی این سکوت پر از حرفاییه که قراره گفته بشه. ببین، امروز فهمیدم توی دل و ذهن اون آدم احساسات عمیق، صبر و برنامه هست. مثل قهوه امروز راه هنوز بازه و زمانی که این مسیر باریک به جاده وسیع تر برسه، داستان واقعی شروع میشه. یه نیت بکن، همینجوری که داری نگاه میکنی، همینجوری که تو فکری. میخوام برات انگشت بزنم با حس الانت. یه نفس عمیق بکش و ببینی نیتت توی دلت. اون کسی که این روزا بیشتر از همه تو فکرت هست هنوز نگاهش رو از تو بر نداشته و یه حرف مهم تو دلشه ولی جرأت گفتنش رو هم پیدا نکرده، تا اینکه اتفاقی پیش رو همه چی رو به نظر من عوض میکنه. منتظرش باش، چون خودش به سمتت بر میگرده و امیدوارم هر چیزی که برات روشنه اتفاق بیفته.
اگه این حرف رو با قلبت حس کردی، لایک و سابسکرایب کن که جادوی بعدی رو از دست ندی.